دانشجو من قطعی اگر گیرم 7 سال، اگر خیلی گیرم 2 سال که من در همین سوال کار میکنم. من چون معلم هیکل تراشی. در وقت اسیستنتی ما قطعی معلم یعنی قطعی استاد 6 نفر یعنی دانشجو با همین کسب هیکل تراشی ختم نمودن. این سال گذشته، سال 2019 ختم کردم. وقتی که هیکل سازی در اتمی آناتومی آدم آموختن در کلاس، استخوان بندی، موشک و دیگر شکل انسان باید همون دانشجو آموزید. اختصاص هیکل تراشی کم است. یعنی که چه میگم بسیار آدما این اختصاص پسند نمیکنند. سبب یعنی که ما مردم مسلمان هستیم، در مسلمانی هم چون هیکل تراشی یک چیزی نمیپسندن، یعنی که هیکل تراشی بت پرستی حساب میشه، یعنی دیگر چیزا یعنی که ما پسند نیست. ما در عصر 21 زندگی میکنیم. ما همه جهان، همه خبر و همه چیز، همه دین و همه دنیا و دیگر دنیا ما همه چیز میدونیم، ولی که هیکل تراشی این بت پرستی نیست. یعنی که جوانان خواهش میکنن که بیاین بیاموزن یک اختصاص، یعنی که یک هنر دیگر، یک چیز دیگر که یعنی که در خود تاجیکستان این نوع احیا شده است.